با نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله مرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من تجربه عملی را در نظر گرفتم که چگونه می توانیم از وسایل ساده محیطی الکتروسکوپ بسازیم که برای اجرای از تجربه ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک مقدار سیم میسی، ورق نازک آلومینیوم، یک دانه بوتل شیشه‌ای، قیچی، انبر و برس موی. روش کار چگونه است؟ اول میگیریم سیم میسی را که در نظر گرفتیم. هرگاه دارای پوش باشه، دو بخش از سیم میسی را پوش جدا میسازیم که یک قسمتش داخل بوتل شیشه‌ای میره و یک قسمتش بیرون از بوتل باقی میمانه. یک بخش از پوش سیم میسی را حفظ میکنیم به خاطر از اینکه اگر سرپوش بوتل شیشه‌ای فلزی باشه این به عنوان عایق عمل کنه. هرگاه سیم میسی را که شما در نظر گرفتین اگر دارای پوش نبود به خاطر از اینکه را عایق بسازین این قسمت چه میشه همراه یک چیز یک ماده عایق بپوشانین تا اینکه سیم میسی با سرپوش فلزی بوتل مستقیم در تماس نباشه. زمانی که سیم آماده شد مرحله بعدی میگیریم سر قطعه شیشه‌ای را به اندازه ضخامت سیم توسط یک میخ یا چیزی سوراخ میسازیم. ما و شما زمانی که سیم در اینجا قرار میتیم این سوراخ به اندازه باشه که سیم در حالت استوار در اینجا قرار بگیره، یعنی زیاد تکان نخوره، یک حالت ثابت داشته باشه. وقتی سیم در این قسمت قرار دادیم این مرحله است که این بخش از سیم که داخل بوتل قرار میگیره این ما و شما توسط انبر یک شکل یو مانند برش بتیم که بتونیم بالای از ورق نازک آلومینیوم نصب بسازیم. ما با استفاده از انبر این قسمت از سیم یک اندازه چنگ میسازم. به این شکل تا ای که ورق نازک آلومینیوم به راحتی بالای از قرار بگیره. نکته دیگه ای که باید متوجه باشین اگر سیم دارای اکساید باشه یعنی سطحش زنگ زده باشه به اصطلاح ما و شما او باید از قبل پاککاری شود به خاطر از اینکه جریان به راحتی هدایت کنه. وقتی این قسمت به شکل یو مانند تشکیل شد قسمت سیم که بیرون از بوتل قرار میگیره به خاطر از اینکه یک سطح بزرگ در اینجا ایجاد شود یا یک سطح تماس بزرگ ایجاد شود این قسمت از سیم ما و شما میگیریم توسط دست خود یا توسط انبر به شکل مارپیچ در میاریم تا بتونیم یک سطح بزرگتر تماس در اینجا ایجاد کنیم. این رقم یک حالت تا اینکه اینجا یک سطح بزرگتر تماس در سطح سیم ایجاد شود. وقتی آماده شد این مرحله بعدی کار نصب ورق نازک آلومینیوم است در این قسمت، یعنی قسمت سیمی که ما ایره چنگ ساختیم. از ورق نازک آلومینیومی که در نظر گرفتیم یک اندازه کمش بگیریم در این قسمت نصب بسازیم. یک اندازه با طول 4 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر کفایت میکنه. ما ایره توسط قیچی برش میکنم. به این اندازه کفایت میکنه. این ورق آلومینیوم به شکل با روی قاط میسازیم. زمانی که آماده شد اینو میگیریم این بالای چنگک سیم میسی قرار میدیم. با این حالت یا با این شکل بالای چنگکی که در اینجا ایجاد شده ورقای آلومینیوم قرار میدیم. در مرحله بعدی این رو میبریم داخل قطعه فلزی نصب میسازیم و سرپوش قطعه را قایم میکنیم. متوجه باشین زمانی که ما و شما سیم میسی و ورقای نازک آلومینیوم داخل قطعه قرار میدیم باید این موضوع را در نظر بگیریم که میله میسی و ورقای آلومینیوم با تای ظرف و جدارای ظرف داخل تماس نباشه. وقتی الکتروسکوپ آماده شد این مرحله است که بریم میره چک یا بررسی بکنیم که آیا کار میکنه یا نه. به خاطر از این ما برس موی را که در نظر گرفتم با مالش دادن با موی خود چارجدار میسازم و این نزدیک میسازم با این قسمت الکتروسکوپ ببینیم چی تغییرات در ورقای آلومینیوم به وجود میآید.
اینال من بورس نزدیک میسازم با این صفحه الکتروسکوپ تغییرات هم مشاهده میکنیم. بدون از اینکه بورس ما و شما با صفحه الکتروسکوپ تماس بتیم، در این فاصله یک ساحه الکترومغناطیسی ایجاد میشه و این سبب از این میشه که الکترون هایی که در سطح بورس تجمع کرده الکترون های مثل دفع بسازه و این الکترون های دفع شده بره بالای ورق های آلومینیوم و سبب از این شود که چارج های هم نوع یک دیگه خود دفع بسازه و ورق های آلومینیوم از هم دور قرار بگیره که ما و شما میتونیم توسط از این فعالیت نحوه کارکرد الکتروسکوپ بررسی بکنیم. امیدوارم فعالیتی را که در نظر گرفته بودم براتان واضح، مفید و موثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.